این خطرناکترین گذرگاه جهانه که میتونه جنگ جهانی سوم رو آغاز کنه. اینجا به نام تنگه باب المندب شناخته میشه و 28 کیلومتر وسعت داره. این تنگه در غرب یمن و شرق جیبوتی قرار داره و اونقدر اهمیت داره که بیش از 10 کشور قدرتمند جهان در جیبوتی پایگاه‌های نظامی دارند تا کنترل تجارت جهانی رو در برابر جنبش حوثی و دزدان دریایی تأمین کنند. این نقطه به دلیل عبور تجارت جهانی و منابع انرژی از آسیا و خاورمیانه از طریق باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز به مقصد اروپا و آمریکا حیاتیه. این مسیر کوتاه‌ترین و استراتژیک ترین مسیر اتصال آسیا و خاورمیانه به اروپا محسوب میشه. حدود 12% تجارت جهانی، 30% از نفت جهان و تقریباً 10% از گاز طبیعی از این تنگه عبور میکنه. جنبش حوثی به طور منظم کشتی‌های اسرائیلی، آمریکایی و بریتانیایی رو در این منطقه هدف قرار میدن. اگر این مسیر به هر دلیلی مسدود شود، ترافیک دریایی مجبور خواهد شد کل قاره آفریقا رو دور بزند.